خیلی خوب. پیام ضبط برای تو اومد یا نه؟ برای من یه چیزایی اومد. پیام ضبط تو که نه، آره ولی پیام ضبط خودم اومد. خودت اومد. خب خیلی خوب آقا. دفعه قبلی من شروع کردم، میخواین دفعه تو شروع کن. چون که من واقعا تا حالا نمایشنامه کم خوندم. یه دونه کالیگولا کاما رو خوندم، یه دونم این فکر کنم دومین نمایشنامه ای که خوندم. میخوای این دفعه رو تو شروع کن، آره بعدش هم حالا هم فیلمشو دیدیم هم نمایشنامه‌شو دیگه، حالا پارالل میریم جلو ببینم به کجا میرسیم. ببین برای من که اول نمایشنامه بود که خوندم، ولی خب چیزی بود که خیلی وقت بود داشتم میشنیدم و اینکه فیلمش رو هم خیلی وقت پیش فکر کنم دیده بودم، 2 سال پیش بودن فیلمش رو دیده بودم و سبک روایت فیلمش واقعا توجهم جلب کرده بود. نمایشنامه که نمایشنامه مرگ یزگرد، حالا اسم دومش میشه مجلس شاهکشی، ولی خب بیشتر به همون مرگ یزگرد میشناسنش. از اون ور هم خود نمایشنامه نویس هم کارگردان فیلم، اینا دوتا رو با هم دارم میگم چون که اه، فیلم کاملا بر اساس نمایشنامه است و کارگردان یکیه، برای همین خیلی نمیتونیم جدا از هم صحبت کنیم در موردشون. برام بیضایی ساختتش. بیضایی هم خب کلا تو آثارش علاقه داشته به اینکه بخواد بخشی از تاریخ کشورش رو واکاوی کنه، بیاد اون یک سری روایت هایی که گفته شده رو بیاد به قولی واکاوی کنه، بیاد شرایطش رو عوض کنه، بیاد به میل خودش مثلا داستان گویی کنه. این رو حالا بیضایی توی آثار دیگهش مثل اون چریکه تارایی که قبل انقلاب منتشر کرد، یا حالا باش و غریبه کوچک، یا حالا سگ‌کشی که خیلی تاریخی نیست ولی تو اونم تقریبا نشون داده. بعد اینو تو سال علی به این 58. وسط فقط یه چیزی، ببخشید حرفتو قطع کردم. آره. کلا حالا این چیزی که هستشون میگه که ظاهرا یزگرد فرار میکنه به سمت یک آسیا. خب آها. یعنی چیزی که من خوندم این داستان تخیلی یعنی فیکشن توره، یا اینکه آها. مثلا یک پشتوانه چیزی هم داشته این وسط؟ من اینشو اتفاقا نتونستم نکته پیدا جالبی کنم. که هست، اول فیلم دقیقا این جمله رو میاره که یزگرد آخرین شاه ساسانی میاد میره به سمت مرو و اونجا توی آسیابان این اتفاق میفته. بعد داستان شروع میشه، فیلم شروع میشه یا حالا نمایشنامه شروع میشه. جالبیش اینه که با این که میاد یک مقدار داستانی میکنه فضا رو توی نمایشنامهش، ولی این واقعیت داره، یعنی اینکه مرگ یزید یک داستان معروفیه تو تاریخ، این مسئله واقعیت داره. بحث بیضایی حالا چیه، به مرور در موردش بیشتر صحبت میکنه، ولی خب بحث اصلیش اینه که میگه من میام و میخوام با این نوع از روایتم به همه بفهمونم که نقل های تاریخی 100% درست نیستن. یعنی با این نوع روایت جالب. میخواد اینو بفهمونه که خب نه، تمام نقل های تاریخی درست نیستن. با اینکه همین بحث مرگ یزدگرد همه جا اومده، ولی من میام یه جوری به شما ارائه میدم که شما آخرش نفهمید قاتل کی بوده، مقتول کی بوده، نقش زن چی بوده، نقش آسیابان چی بوده. من اینطوری میام به شما ارائه میدم داستان رو. میخواد این رو به ما بفهمونه توی همین نمایشنامه‌ای که خب نوشته، یعنی یکی از اهداف اصلیش همین بوده. حالا اون جمله که گفته، حالا جمله هم خیلی معروف، در موردش زیاد صحبت شده، اون جمله رو میاد میگه و داستان رو شروع میکنه. در مورد انتشارش میخواستم بگم این سال 58 نوشته میشه توسط بیضایی. بعد یک سری تئاتر میاد برگزار میشه توی تئاتر شهر تهران سال 60 فکر کنم، تا اونجایی که درست یادمه، آره سال 60. بعد سال خب 60 61 بیضایی میاد تو شبکه یک سیما یه فیلمی بسازه که شبکه که قبول نمیکنن، ارشاد و اینا قبول نمیکنن. میگه بیضایی به اینا میگه خب آقا شما پیشنهاد شما چیه از بین آثار من؟ خب آثار زیادی داشته بیضایی، نمایشنامه‌های زیادی داشته. اونا هم میگن که درست. خب این مرگ یزگردی که قبلا تئاتر اجرا کردی و بیا به فیلم در بیا. بیضایی هم میره میاد میشینه کلی به فیلم در میاره، کلی وقت میذاره و اینا، همچین اثری در میاد. این اثر دوباره تحویل ارشاد میده، ارشاد چیکار میکنه؟ ایراد میگیره و میگه خب آه. حجاب نداره، میگه عنوان قانون حجاب در این حد نبود توی آثار، میگه خب حجاب خب نداره، میگه از سلطنت حمایت کرده این داستان ها.
و سانسور میکنه، یه جوری اصلا فیلمو انتشار پیدا نمیکنه. این میشه که مسیر هنری بهرام بیضایی عوض میشه. یعنی این فیلم برای همین خیلی مهمه که مسیر هنری آه. بهرام بیضایی عوض میشه دیگه، یه جورایی اون سبک فیلم سازیشو میذاره کنار، بعدش هم که اصلا میگه خارج از کشور مهاجرت میکنه، با صدا سیما هستن دیگه همکاری نمیکنه و فیلماش کلا توقیف میشه. که این فیلم مرگ یزگرد برای 4 دهه توقیف شده، فقط سال 62 توی جشنواره فجر یه بار نشون داده شد و دیگه کلا توقیف شدش این فیلم. برای همین این فیلم خیلی مهمه، این فیلم و این نمایشنامه. حالا این یه کلیتی بود از فیلم. تا حالا پیشینه ای چیزی از فیلم به یاد داری؟ چون میخوایم بعدش بریم سراغ داستان و نوع روایت و محتوایی که حالا برام بیزایی خواسته ارائه بده. خب این حالا من خیلی واقعتش یعنی چیزه بیشتر یعنی فوکوسم رو فیلمه بود. خب در کل ولی خب گفتم حالا نمایشنامه‌ش هم مثلا خالی از لطف نیست خوندنش. و این دیگه چیزی که حالا بریم یه کوچولو حالا سمت خود فیلمه و نمایشنامه، به نظرم یه چیزی که بود واقعا یعنی من اگه فیلم رو ندیدم هیچ چیزی از نمایشنامه نمیفهمیدم. آره. من حالا من برای همین اصلا نمیدونم گفتم که فیلم رو آره اول خب ببین. آره دقیقا چه حرف خوبی زدی که گفتی آه. اول فیلم رو ببینم بعدش برم نمایشنامه رو بخونم. حالا نمیدونم به چه دلیل اینجوری نوشته. خب اینو واقعتش نمیدونم که حالا یهو مثلا اون وسط دختر نقش شاه بازی میکنه، یه جا زنه نقش شاه بازی میکنه، یه جا آسیابان نقش شاه رو بازی میکنه، یه جا اصلا مهم. میگن که این آسیابان نمیدونم اصلا آسیابان نیست مثلا یکی دیگه است. من آه. علت این که اینجوری نوشته رو من نتونستم بفهمم که چرا یه سری مثلا دختر نقش پادشاه میشه، یه سری زن، یه سری مثلا مرده. خب این قسمتش واقعتش یعنی هر جوری که فکر کردم واقعا اگه یکی فیلمو نبینه نمیتونه بفهمه چی نوشته. مهم. خب یهو وسطش ناگهانی همه چیز اینجوری هم نیست که مثلا توضیحی بخواد بده که الان دختره مثلا رفته داخل نقش پادشاه، یهو مثلا میگه دخترک فلان میگه اینا، چون ما فیلمشو دیدیم میفهمیم که داره چی میگه منظور چیه. ولی اگه یکی فیلمشو ندیده باشه نمیتونه متوجه بشه احتمالاً که آقا این وسط چی داره میگه، چی شد یهو نه. قضیه. خب خب. چیزی که برام حالا ابهام ایجاد کرده بود این بود که آیا کلا سبک نمایشنامه نوشتن اینجوریه، یا اینکه اصلا چون که چه میدونم خودش طرف دوست داشته این کار رو انجام بده. نفهمیدم این قضیه رو. این قسمتش واقعتش برام ابهام انگیز بود و نه. چون این قسمتش برام حل نشد یه کوچولو بقیه قسمت ها رو به قولی توضیح دادن و تفسیر کردن اینا برام مشکل شد. اینم خواستم ببینم تو اینو میتونی برای من رفع ابهام کنی این وسط که آقا چرا این اصلا اینجوری نوشته شده. ببین این که چرا یه برداشت شخصیه. یعنی معمولا این خب چراها در مورد فیلم ها مخصوصا هیچ وقت کارگردان نمیان بگن خب ما چرا این مدلی ساختیم. مثلا هیچ وقت بلاتار نمیاد مهم. میگه من چرا مثلا تو این هورس رو اونطوری ساختم. خب اون دیگه برداشت اسم اونو شخصیه. نیار خدا وکیل، یعنی اسم این آره. کارگردان نیار با اون فیلمش آره که مثلا اون بنده خدا معرفی کرده اصلا. خب ببین ببخشید. بعد هیچ باشه. کارگردان نمیاد بگه، معمولش اینطوری نمیاد بگه، چون دوست داره بیای اثر هنریه، دوست داره تو به عنوان کسی که هنر رو دوست داری یک برداشت شخصی داشته باشی. حالا ممکنه از اون یک زندگی پیدا کنی، از اون یک تمثیل زندگی پیدا کنی، ممکنه از اون یک چیز خب باطل پیدا کنی. برداشت شخصی تو هیچ کم نمیتونه رد کنه. حالا در مورد این چیزی که میگن، روایت این مرگ یزگرد به قولی به اصطلاح روایت پست مدرنه. یعنی نه روایت خیلی کلاسیکه که آقا یک شخصیت سیاه باشه یک شخصیت سفید باشه، آها. خب شخصیت سیاه و سفید با هم در نبرد باشن، آخر یکی فیوز شه که اونم آها. شخصیت سفید، مثبت و منفی منظورم. درست. خب اون نیز نه شخصیت مدرنه که روایت های مدرن میشه، مثل فیلم هایی که الان داریم میبینیم یا فیلم هایی که مثلا دهه 80 به بعد اومدن. به اصطلاح میگم پست مدرن. نمیدونم پست مدرن رو شنیدی یا نه. مثلا فیلم های آره 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 فیلم های تارانتینو خیلی معروف بودن به این توی نقد که اینا پست مدرن. حالا پست مدرن چرا میگم پست مدرن این به این فیلم؟ چون که
زمان خیلی معنایی نداره، یعنی زمان فیلم خیلی معنایی نداره. کلا یه مکان بسته است، حالا خوب شد به این رسیدیم، یه مکان بسته است، 6 تا شخصیت و 365 تا پلان، فکر کنم آره دیگه 365 تا پلان گرفته شده از فیلم. همه این پلان ها هم زاویه هاشون فرق میکنه، یعنی هیچ زاویه ثابتی ما تو فیلم نداره. کارگردان اومده با همین تدوین و این زاویه هایی که رعایت کرده این روایت متناقض رو نشون بده. این خیلی جالبه، یعنی خواسته این تناقض در روایت رو با همین تدوین که انجام دادن نشون بده. حالا داشتیم میگفتیم زمان اولا حل میشه، بعد شاه که نقش یک چه میدونم چطوری بگم به مقدس دیگه، شاه همیشه در تمام روایت های تاریخی و کلاسیک مقدس، شاه مقدس باید باشه، ولی اینجا مقدس نیست. اینجا کسیه که میاد توی داستان به قولی میاد تو جایگاه پایینتر، میاد یه جایی اصلا منت میکشه، میاد یه جایی خواهش میکنه. خب و شخصیت ها متناقضن، یعنی شخصیت ها ثابت نیستن، همون چیزی که تو فهمیدی، شخصیت ها تناقض دارن، یه بار پدر زنه، یه بار دختر شاهه، یه بار دختر زنه، زن آسیابانه. اینا خیلی نوع روایت جالب میکنه. و اینکه چرا بیضایی این کارو کرده دلیل شخصی شاید میتونه باشه، اینکه همین که چیزی که اولش گفت، همین که شاید میخواد تاریخو بگه که آقا این تاریخ، این نقل های درستی ممکنه نباشه، یعنی لزوما نقل درست خب نیست. و خیلی آدم یاد فیلم راشمون میندازه. راشمون رو نمیم دیدی یا ندیدم. آها ندیدی؟ کورساوا راشمون نه کوروساوا ندیدم راشمون. خیلی ها میگن بیزای از اون برگرفته، حالا اینم چیز قطعی نیست، ولی خیلی ها میگن از اون برگرفته شده. ولی راشمون دقیقا همینطوریه، یک واقعه اتفاق افتاده، ولی هر لحظه فیلم یک جوری به تو اون رو ارائه میده از طریق شخصیت های مختلفش که تو فکر میکنی اون دقیقا درسته، ولی روایت بعدی رو میشنویم که میبینیم باز هم این هم درسته و آخر روایت درست رو ام. متوجه نمیشی. و دقیقا مثل مرگ یزگرد آخرش هم معلوم نمیشه که کدوم روایت درست بوده و دقیقا چه اتفاقی افتاده. این دیگه دیدگاه شخصی کارگردانه، یعنی اینکه کارگردان میگه آقا من میخوام بگم تاریخ اینطوری نبوده، ممکنه شخصیت های درستی نباشه، ممکنه نقل های درستی نباشه، و اگر یک مورخ از یک زاویه دیدی یک نقلی به شما داده ممکنه لزوما درست نباشه. برداشت کلی که میشه کرد اینه، ولی برداشت های دیگه ای من به ذهنم نمیاد چرا اومده اینطوری ارائه داده. و اینکه تو نمایشنامه‌های دیگه هم قطعا اینطوری نیست، این نوع روایت برام بیضایی توی این مرگ یزدی اصلا برای همین هم هست که خاصش میکنه و جذابه برای خوندن و دیدن. خب اینجا رسیدیم به اولین نقطه تعارضمون. خوبه اینجا، فکر کنم بس اینجا خوب شه. آره. چون حالا بیشتر طبیعتا میشه رو فیلمه صحبت کرد تا رو نمایشنامه، برای همین یه کوچولو حالا سویچمون اون طرف هستش بیشتر. ببین، مهم. گفتی زمان معنا نداره. خب من اینجا رو موافق نیستم. چرا موافق مهم. نیستم؟ ببین، یک برهه از زمان رو اومده انتخاب کرده. خب توی اون برهه از زمان با توجه به شرایط اون زمان اومده یه فیلمی درست کرده، حالا یه نمایشنامه، یه داستان، هر چی میخوایم بگیم. خب خب الان اینجا تو چرا میگی زمان معنا نداره؟ بعد آخرش هم با حمله اعراب به پایان میرسه که میگه اینا مثلا با درفش مشکی اومدن، شما سفید بودید که فبه ها، اینا که مشکن دیگه مثلا خدا داند چیه. چرا اینجا تو گفتی که مفهومی به اسم زمان معنی نداره خیلی؟ زمان توی این روایت میدونی مثل روایت کلاسیک نیست که مثلا صبح بیدار شن، برفرض برن سر کار اداره، دوباره بیان شب برن کنار هم بخوابن یا حالا شامی بخورن. زمان خیلی معنی نداره. داستان شروع میشه، اینا وسط دادگاهن، دادگاه برای اینا گذاشتن، قشنگ ما رو میندازه وسط دادگاه و دوباره همین داستان ادامه داره، صرفا دارن برای هم این واقعه رو تعریف میکنن، هر شخصیت یک نوع میاد واقعه رو تعریف میکنه و داستان تموم میشه. بله حالا اون وسطش اعراب میان، اون وسطش بالاخره از اون سرباز عرب فکر میکنم که
اسارت آره گرفته دیگه، بودن میاد سعود آره عربی اون بود وسط. گرفتنش. اینو من خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم، اینو چون اصلا نفهمیدم دقیقا چرا و به چه دلیل میاد اشاره میکنه که اونو میاد نشون میده و اینا. آره یه جایی میگه که زمان در حال گذره، ولی در کل خیلی زمان تأثیری تو روایت داستان نمیذاره. یعنی صرفا یه دادگاه، یه اصلا به مکانه نظر و تو میشه شخصیته. که چیز باشه؟ تا اصلا به نظرت ما میتونیم یه فیلمی داشته باشیم که زمان و مکان نداشته باشه؟ مکان که فکر نمی کنم. خب مکان که فکر نمی کنم، ولی تأثیری روی روایت داستان نداره اسم میکنم این زمانی که ما اینجا داریم توی نمایشنامه. یعنی این زمانه تأثیری روی روایت نه داستان کلا نداره به و نظر خودت، تا حالا نمایشنامه رو کاری ندارم، به نظر خودت یک فیلم میتونه جدا از زمان باشه؟ جدا از زمان، ولی میتونی یه مثال میتونه بزنی که یه فیلمی تأثیر جدا از نگرفته زمان باشه از باشه؟ زمان. بذار فکر کنم. فیلمی که تأثیری از زمانش نگرفته باشه. آخه اکثر نمایشنامه ها و تئاتر، فیلم تئاتر همینه. خب اکثر نه ببین الان خب اکثر هم الان نه. دوباره مثلا یه میتونیم چیزی بگیم میاد وسط. خب حالا من اینم اتفاقا میخواستم بگم که آیا اصلا میشه یک تئاتر رو تبدیل به یک فیلم کرد یا نه؟ خب این چیزی بود که من حالا در ادامه میخواستم در مورد صحبت کنم. ببین ام، چیزی که حالا موقع دیدنش به من دست داد، من بیشتر این حسو کردم که انگار یک صحنه تئاتری که یه دوربین گذاشتن از اون صحنه تئاتر فیلم گرفتن. بله خب همینو دقیقا. چرا تو یه مکانه. خب اصلا خب دیگه چون تئاتر بوده. خب همین دیگه. خب بچه. اصلا داشتم مثلا من به این فکر میکنم که آیا میشود یک تئاتر رو همون جوری که هست ازش فیلم برداری کرد و بگیم که ما یک فیلم درست کردیم؟ اه، خب به قولی به این میگن فکر کنم بهش میگن تلفیلم اگر اشتباه نکنم، یک سبک، یک ژانریه خب که الان هم خیلی حالا رواج نداره، ولی اصطلاح فکر کنم بهش میگن تلفیلم یا فیلم تئاتر، خب دقیقا یادم نیست حقیقتش. یه اثر یادم به نام داگویل، تو هم دیدی فکر میکنم داگویلو. نه نیدم داگویل داکیولی یک فیلم نیدم. تئاتر معروفیه که لارس فون تریه ساخته. توی هالیوود هم خیلی معروفه. سال 2003 ساخته، نیکول خب کیدمن هم بازی میکنه. 3 ساعت فیلم تئاتره، 3 ساعت آره. و من توی سال اخیر اصلا فیلم تئاتر یادم نمیاد معروف شده باشه توی سینما اروپا یا حالا آمریکا، ولی این فیلم تئاتر خیلی فیلم تئاتر معروفیه. اه، ولی آره دیگه یه مقدار شاید به قول تو اون تئاتر که میاد تبدیل به فیلم میشه با اون فضا با اون حالت، اه، شاید حالا اون جذابیت فیلم رو نداشته باشه، ولی خب نوع روایتش به نظر من جذاب، مخصوصا این خب آره داستان. ببین نوع روایت، بازیگر این کی بود؟ کی بود سوسن این زنه تصمیمی. اسمش یادم رفت. سوسن سوزن تصمیمی. تصمیم واقعا یعنی نوع بازیش من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. خب ام. مخصوصا اون اکتاش، بالا پایین کردنهای صداش، یهو مثلا سویچ کردن نقشاش، اینا واقعا برای من فوق العاده بود. خب چیزی که حالا من فعلا کار به بازیگر رو ندارم. خب چیزی که من میگم که آیا واقعا یک همچین چیزی ما میتونیم متر و معیارهای یک فیلم رو بهش نسبت بدیم و به چشم یک فیلم باش برخورد کنیم موقعی که داریم در موردش صحبت میکنیم؟ حالا چرا من گفتم زمان مکان اینا؟ چون حالا این نظر شخصیه. خب میتونه درست هم نباشه. به نظر من فیلم یه چند تا پارامتر رو باید داشته باشه. پارامتر شخصی ام. من، یکی زمان فیلم باید مشخص باشه. زمان منظورم تایملاین نیست تا اون پایین مثلا 2 ساعت 3 ساعت. آقا این فیلم در چه برهه زمانیه؟ خب مکان که قطعا باید مشخص باشه. اه، روابط بین انسان ها هم باید مشخص باشه. چون من هیچ وقت فیلم رو یک چیز جدا از زندگی نمیبینم. خب تو هم داری یه نمیدونم روایت حالا منظورم. خب شاید داری یه روایت کلاسیکو میگی تو. من میگم این فیلم مثلا ببین فیلم. خودت میدونی که خب ببین میدونی میگم دیگه. ببین هر کسی یه متر و معیاری داره بالاخره دیگه. خب متر و معیار من همون فیلم های کلاسیکی تو گفتی. نه خب یعنی از الان جمله مثلا من من بله. بخوام خب من الان مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا تو سرچرز جان فورد واقعا جز فیلم های فیوریت منه. خب توی اون فیلم زمان مشخصه تو چه دورانیه. هنوز سرخپوستا اینا هستن.
شخصیت ها مکانش هم معلومه، مشخصه. منفی مثبت خب معلومه، شخصیت ها نجات معلومه. دهنده حالا نه معلومه. لزوما منفی رازت ها، خب یعنی نمیخوام خیلی حالا سیاه‌سفید به قضیه هم نگاه کنم. بعد مثلا به قولی ارتباطی که اون آدمهای اون منطقه با هم دارن مشخصه. خب الان مثلا داخل این فیلمی که الان مثلا ما دیدیم، الان تو این روابط بین اعضای خانواده رو چجوری تفسیر میکنی؟ من آخرش نفهمیدم اینا واقعا میتونن یه خانواده واحد باشن؟ اینا از هم بدشون میاد چون یه جا دختره میپره به آره، مامانه، یه جا مامانه میپره آخه به دختره، نمیخوادم مرده هم بگم. که اصلا آخه مرده هم این وسط پشمک انگار مرده هم یعنی همون یک انسان توهی مثلا بی اراده ضعیف ذلیلیه داخل فیلم مهدی هاشمی. تعارف که نداریم دیگه. خب هر چی آره. میگه این تو سری خوره. مثلا شاه مثلا میگه با زنت فلان کارو میکنم، این میگه نمیدونم داره منو امتحان میکنه، نمیدونم غلام حلقه به گوش فلان. حالا شاید هم بخواسته بگه مردم اون زمان اینجوری بودن ها. از این زاویه هم میشه نگاه کرد. ولی مثلا زنش میاد به قولی تحقیرش میکنه، دخترش یه جایی مثلا میاد تحقیرش میکنه. این ارتباط و این وسط من نتونستم این کانکشن ها رو تشخیص بدم. آقا بالاخره اینا خانواده‌ان، دشمن هم دیگه، چی ان اینا این وسط؟ خب بر اساس متر و معیارایی که من گفتم ها. خب به قول خودت اینا یه چیز شخصیه. آره. ولی مثلا فیلم هایی که میدونم فیوریت منه، فیلم هایی که فیوریت توه، یه سری پارامترایی دارن که انگار تو جفتمون مشترکه ولی هنوز به زبون نیاوردیمش. آخه خب بحث برای اینو همین من نمیخواد میگم که بگه آقا دیگه، یعنی توی این روایت اصلا خب همین نمیخواد دیگه. اینو خب بگه. خب الان من نمیدونم این نمیخواد بگه رو من باید جز نقطه ضعفش در نظر بگیرم یا جز نقطه قوتش. ببین آخه بحث مسئله شخصیت اینه. برای کارگردان همین و میگم که چی. نویسنده هم خب هست. برای همین میگم چی، برای همین میگم آقا اصلا میشه یک تئاتر رو فیلم گرفت و ما بگیم فیلم درست کردیم. ببین من از اگر اونجا میخواستم به کارگردان اینجا اومده بود برسم. از خب ضعف این کارو کرده بود، ما میگفتیم که از ضعف این کارو کرده، شاید اصلا بلد نبوده روایت درست بده. ولی اصلا این نیست، چون بهرام بیضایی تو فیلم های دیگهش، تو نمایشنامه های دیگهش داستان هایی ساخته که تو کل سینمای ایران تکرار نشدنی. یعنی باش و غریب کوچک یک داستان کاملا مدرن و زیبا و لذت بخش، یعنی هر انسانی ببینه میتونه لذت ببره و با شخصیت ها ارتباط بگیره. اون رو تونسته بسازه و این رو هم تونسته بسازه و فیلم های دیگه ساخته مثل سگ‌کشی و چریک تارا و امثال اون. یعنی وقتی کارگردان تواناییش رو داره، یعنی این جزء توانایی کارگردان، نه صرفا این که بخواد داستان رو پیچیده تر کنه یا صرفا بخواد به قولی چی میگیم ما غذا رو اینجوری بخوره. خب این نبوده خب صرفا. این بوده که بلده، یعنی روایت رو بلده، یعنی داستانگویی رو بلده و از لحاظ بصری آدم کاربلدیه، بلد چطوری با یک محیط بسته بازی کنه و چشمهای تو رو به فیلم به قولی پیوند بزنه که تو بتونی اون فیلم رو ببینی. یعنی من که خودم اولین بار داشتم فیلم رو میدم، نه خودم رو میگم اصلا خسته نشدم. یعنی یک جایی برام سخت بود کاراکترها رو بفهمم و حق میدم به هر کسی که داره فیلم رو میبینه، ولی از یه جایی به بعد که فهمیدم نوع روایت رو اصلا خسته نشدم، چون انقدر تدوین خوب بود، انقدر از لحاظ بصری فیلم جذبت میکرد که دوست داشتی واقعا ببینی آخر روایت ها به کجا میرسه. این دیگه بیضاییه و خودش رو نشون داده. یعنی از این لحاظ هم نمیشه ایراد گرفت، ولی خب آره دیگه بحث سبکه دیگه، این سبک نمایشنامه اینطوریه و بحث برداشت شخصیه تا من. حدودی باد موافق هستم. و البته میگم حالا میگم این حالا به قول تو یه چیز شخصی هم ممکن باشه. خیلی حس تئاتر رو واقعا به من حس کردم سر یه صحنه تئاتر نشستم. آره چون میومد دیگه پرده نمیدونم سوم، پرده من میگم مثلا دیگه از رو چهارم، نمیدونم تئاتر پرده ساختن دیگه این. من دیگه گفتم از رو تئاتر خب ساختن، تو همون تئاتر برای رو همین از نظر صدا سیما حسی گفته ها بیا خب فیلم یعنی کن. از خب یعنی از نظر روانی. خب چون که من بالاخره هر کسی میگه آقا فیلم اینه برای من. خب فیلم اینه، تئاتر برای من اینه. اگه این دوتا چیز جدا از هم نبودن که آقا این دوتا شاخه جداگونه که نمیشدن دیگه. دوتاشو میکس میکردن میگذاشتن فیلم تئاتر. ولی فیلم رو جدا کردن، تئاتر رو هم جدا کردن. خب این که بخواد این دوتا در یک نقطه با هم تلاقی کنه که این فیلمه به نظرم اونه که حالا تو گفتی بهش میگن نمیدونم تلفیلم فلان اینا، انگار
منو این وسط نگه داشت که این نه فیلمه نه تئاتر، یا یه بخشی از اینو داره یه تجربه بخشی از اونو داره، خاصیه، میکس ولی کرده. تجربه خب خاصیه. آره تجربه خاصی اون برام عجیب بود. خب حالا داگویل هم ندیده دقیقا همین بود، چون اصلا توی سینما سالها بود همچین چیزایی نمیومد تو بازار. اون داگویل هم دقیقا همین بود. هنوز یه تجربه خاصی دیدن داگویل. حالا اون کارگردانش لارس فون تریه بود، خیلی حالا از لحاظ سبک و عقاید خیلی بند نمیخورن، ولی این چون یه گری هم زده به تاریخ ایران و تاریخ رسمی ایران، آره. یکم شاید از این لحاظ هم متفاوت تر بشه. حالا من نظرم اینه بریم سر محتوا و باز نقش هایی که اجرا کردن و اینا هم یکم صحبت کنیم. آها آره ببینیم اینم صحبت اونجا کنیم. یه چیزی اونجا اون کار. وسط گفتی ها، گفتی که در مورد اون عربه و فلان اینا. خب اونم صحبت این حالا کنیم. میگیم. آره آره. خب حالا نمیدونم کدومش اول بریم. یکم در مورد این لحن فیلم و محتواش و اینا هم صحبت کنیم، چون جالبه، چیزای واقعا جالبی گفته. خب آره ببین مثلا بذار من یه اینم سری چیزایی بنویسم که حالا اینجا، خیلی سرباز عربی، خودم یادم نره، چون این جزء خب. شک و شبهه های من بود، این سوال من بود اصلا. آره خب بریم اینا رو من صحبت کردم. خب لحن فیلم نمیدونم دقت کردی یا نه، خب لحن فیلم یه لحن فارسی کهنی بود، یعنی آره یه دیگه فارسی خب امروزی نبود. بعد یه جای از فیلم چیز میکرد، یه جای از فیلم میاد تو فارسی امروزی، مثلا قشنگ یادم یه جا گفت بزن به آره چاک. بزن. آره آره. منم اونو یه آره. لحظه دیدم مثلا تنگ دقت کردم که گفتم خدا خیلی شکر این جالبه که وسط. این آره لحن آره فارسی کهن بود و یه جایی میاد آمیانش میکرد، ولی اصلا کلمه عربی نداشت، یعنی کاملا فارسی کهن بود، کلمه عربی نداشت این نمایشنامه. نمیدونم اینم به دقت خاطر نکردم جالبه. سبک، آره سبک نویسندگی برام بیضاییه. اون بس تعویض نقشا هم گفتیم دیگه، اینکه هیچ کی آخرش معلوم نمیشه که ارتباطاتشون چجوریه، اینم حالا تو اشاره آه. کردی. و این تعویض نقشا هم یه جایی باعث شده بود که آسیابان که توی این به قولی هرم جایگاه ها و هرم شخصیت های اون دوره ایران، آسیابان خود جای پایینی داره دیگه، شاه بالاترین طبیعتا، آسیابان پایین ترین باید باشه. آسیابان میاد جای شاه رو بازی میکنه، اینم خیلی جالبه اگر بخوایم تمثیلی بهش نگاه کنیم. آسیابان میاد جای شاه رو بازی میکنه، یا حالا طبق روایت شاه میاد التماس میکنه جلوی آسیابان، یعنی یه جوری تقدس رو اومده زیر سوال برده، اسطوره رو اومده بله زیر سوال برده که آه. ما اون روایت های همیشه که شاه بالاتره، شاه همیشه حرف شاه باید باشه، اینها رو اومده زیر سوال برده و عوض کرده. دیگه از مسائلی که میخواستیم بگیم تا اینجا. یه چیزی اینجا حالا گفتی وایسیم. خب یه کوچولو اینجا وایسیم ببین حالا بریم سراغ قسمت های خوب فیلم. واقعا یه چیزی که بود الو. برق رفت ما دوباره برگشتیم بریم برای ادامه پیام‌های صحبت. بازرگانی. واقعا پیام های بازرگانی بود. خب ببین علی یه چیزی که بود حالا از قسمت خوب فیلم هم بگیم. ببین اصلا دیدگاه آدم رو نسبت به شرایط به نظرم علاوه بر ابهام کوچولو شفاف هم کرد. منظور از شفاف چیه؟ خب یعنی که آقا وسط جنگ دارن میان، مملکت داره به فنا میره، اینا اومدن گیر دادن که آقا ببینم حالا این بشر که مثلا این کارو کرده و نمیدونم حالا کی متهمه و فلان اینا، میگه بابا وسط جنگیم تا دقیقا. الان به جایی که بری جلوی اونا وایسی اصلا اومدی داری به ما گیر میدی. خب اصلا این آفرین، چه دقیقا کاری برادر دقیقا. من. آره. خب این یه چیز خیلی خوب بود که داخل فیلم واقعا من خوشم اومد ازش. خب و میگه بابا مثلا حالا ما در مورد نبیم که چقدر مثلا نمیدونم قدرتمند بودن و فلان و اینا، بعدش مثلا میرسیم به این قسمت ها که مثلا حمله میشه و فلان اینا، معمولا تقصیر رو میندازن گردن اون کسی که حمله رو انجام داده، یعنی گردن خارجی. ولی ام. این میاد میگه ببین این تو سالهای سال موبدش اون شده، شاهش این شده. خب و به خاطر این کارهایی که کردن روز خودش ارتشش که میگه ازم فرار کردن
وای نستدن که برام بجنگن. علی هستی یا رفتی؟ هستم. تصویرم نیست. تصویرت فریز شد. تصویرت فریز شد. نه الان هستم، من خودم دارم میبینم. خب بعد خب. آره اون خیلی جالبه اون تیکه از فیلم، چون میخوای یه که بار دیگه اینو بگیم خب چون قطع شد وسطش. آره چی داشتی میگوش همون که تیکه ای آقا که گفتیم که آقا این هم وسط جنگه و نمیدونم به جای که اینا برن دفاع کنن و این مملکت به فنا نره، اینا اومدن گیر دادن به این پایین ماینا و اتفاقا وسطش هم میگه شما آدمای پستی هستید، شما رعیتید، نمیدونم آفرین جان آره شما در برابر جان پادشاه هیچی نیستش. دقیقا. ببین این همه تحقیر، این همه ستم، اینا بعد موقع خودش که میرسه دیگه هیچ کی طرفش نیست. ام. اینو به نظر من خیلی خوبه، میگه دیگه، میگه آقا بعد اینکه پادشاهی که شاه تو فرار اون کرد، اون وضعیت اتفاقا فرار سرداره هم میگه کرده، این خیلی جالب. شاه تو فرار اون وضعیت کرده. فرار چون کرده، چون حالا این اصلا طبق واقعیته، شاه فرار کرده اومده ولی بازم اینا دنبال شاهن و دنبال جنگ و حمایت از کشور نیستن. این خیلی جالبه توی این داستان. و خب چیزم هست دیگه، یعنی یه کوچولو الان وسط هم میگی دیگه، خب طبیعتا منافع اونا گره خورده به حضور این پادشاه. یعنی خودشون هم آره میدونستن که آقا اگر که اونا بیان دیگه اینا میرن، یعنی درست اومدن دنبال پادشاه و فلان و اینا، لاکن به خاطر منافع خودشون بیشتر اومدن تا اینکه واقعا به خاطر خود طرف بخواد بیاد. اون وسط آره میگه دیگه مخصوصا کاراکتر زن خیلی میتوپه بهشون و به قولی از زندگی اعیانیش پادشاه میگه، از زندگی اعیانی اینا میگه، بعد از زندگی خودش میبینه که آقا میگه مثلا ما نونو تر میکنیم با یه کوچولو کشک میخوریم. ام. بحث کاراکتر زن گفتی خوب شد این بحثش باز شد. کاراکتر زنم خیلی تو این نمایشنامه نقش مهمی داره. یعنی اصلا اینو نمیتونیم نادیده بگیریم که این کاراکتری که اینجا ساخته بهرام بیضایی خودش یه انقلابی بوده. یعنی اینکه این کاراکتر با اینکه جایگاه ضعیفتر رو داره، یعنی با اینکه مورد سوال قرار میگیره، یعنی ازش به قولی بازجویی دارن میکنن دیگه، بازجویی میشه، ولی با این حال بیشترین قدرت رو در فیلم این کاراکتر داره. اکثر نقش ها رو میپذیره، یعنی اگر دقت کنی اکثر نقش ها، نقش دختر، نقش آسیابان، نقش شاه رو بازی میکنه خود کاراکتر. و اون نقشی که توی روایت کلاسیک ما مثلا زن رو به عنوان یک موردی که به قولی مورد دومه دیگه، اولویت اول فیلم نیست، اولویت دومه و به عنوان سوژه اصلی فیلم ما هیچ وقت نمیبینیم. ولی اینجا به سوژه اصلی فیلم یک زن، قدرت دست اونه، به قولی چرخوننده اون روایت ها این زن هستش. و بازی سوسن تسلیمی هم خیلی خوب از این مسئله حمایت میکنه که بازیش چقدر پرتحرک، چقدر زیبا، واقعا چقدر قدرتمندانه این بازی رو ارائه میده و خودش رو به عنوان یک زن قوی توی این فیلم نشون میده. و خیلی ها میگن این فیلم و نمایشنامه تأثیر مهمی تو حالا موج نو سینما ایران و در ادامهش کلا سینما داشته که نقش زن رو تو سینمای ایران عوض کرد. حالا تو خارج از کشور فیلم های زیادی بودن ولی توی ایران نقش زن رو به قولی اومده عوض کرده، که چطور یک زن ممکنه به عنوان یک سوژه نقش ایفا کنه. هستی؟ تصویر تو من ندارم. خب گرفتار شدی من. اون تصویر تو رو من چیزا دارم ها. خاموش روشن کن، اون تصویرتو خاموش روشن کن یه بار. تصویر تو علی دارم ولی خیلی بده، میگم اینترنت اینجا متاسفانه خیلی الان ضعیفه، اومد. اینترنت تصویرتو خاموش گوشی. روشن کنی میاد. من با من با وای فای وصل بودم، حالا کیفیت تو اوکی خوب نیست ولی همین رو ادامه میدیم دیگه، حیفه دیگه تا اوکی. اینجا اومدیم. بعد آره اینم آره بخش یه کوچولو هم حالا نقش زن. جمع و جورش هم میکنیم. خب در مورد اون سرباز عربه بذار، اون خیلی تو ذهنم مونده، سرباز سرباز عربه عرب. بذار چیز کنیم. خب ببین یه چیزی که بود، میگم از جهالت و نادانی سیستم اون موقع هم دیگه داره یه چیزایی میگه فیلم، اینجوری هم نیستش که کلا مثلا جدا باشه و فقط ساخته انگار ذهن کارگردان باشه.
این سرباز عربه رو میگیرن، یارو میاد میگه آقا این اصلا نمیفهمیم داره چی میگه. علیرضا اینم خامسه هم از نمیفهمیم ما داریم چی بازیگرش. میگیم. آره آره آره. خب. میگه بابا ما نمیفهمیم اون چی میگه، اونم نمیفهمه ما داریم چی میگیم، هر چی ازش میپرسیم نمیفهمه. میگه که آقا نمیدونم شکنجهش بدید فلان اینا، ازش حرف بکشید. آره. علی رفتی. خب بگو من میشنم، الان میاد. خب آره الان اومدی. خب بعدش آقا داشت اینو میگفت، بعد آقا برمیگرده دوباره میگه فهمیدیم اینا خودشون میرن. ام. و حالا چیزی که خودشون پیش بینی کردن، میگفتن آقا نمیدونم چیزا ارتش بدای ما گفتن اینا احتمالاً دارن دور میشن و عقب نشینی میکنن و فلان و اینا، بک‌گراندشون این بود. بعدش میرن پیش یارو، معلومه اینا چی از یارو نفهمیدن، برمیگردن میگن آقا یارو گفته که اینا دارن عقب نشینی میکنن، برمیگردن دارن دور میشن و ما مثلا میتونیم یه کوچولو خودمون رو پیدا کنیم و اینا. آره. و میگه ارتش بدای ما هم اینا همینو گفته بودن، دروغ شیرین رو یعنی باور میکنه طرف. خب میگه که آقا اونام اینو گفته بودن و فلان اینا، پس هیچی دیگه اوکیه وضعیت. بعد یه مدت بعد میریزن سرشون و همشونو قلقم میکنن. حالا به نظر یعنی چرا یه این کوچولو. تیکر رو آورده توی فیلمش؟ این چند تا پلانی که از این من به نظرم برای اینکه داستان یعنی بود. نادانی و بلاهت حالا کسایی که مثلا سردمداران اون دوران و حکومت گردان ها بودن نشون بوده. یعنی لزوما هم اینجوری نبود به نظر من که بخواد کلا بگه آقا تاریخو باور نکنید و حالت های مختلفی میتونه داشته باشه. خب یه اه. جوری میشه بیانش کرد، نه اینکه باور نکنید، یه جوری میشه بیانش کرد که هر کی یه چیزی بگه یه کوچولوهای به نظرم واقعیت هم سعی کرده قاطیش بکنه. اه. درسته. بعد این چیزی که جالبه، من دوباره یادم اومد، اه، این ارشاد یه نامه نوشته بود، چند تا از مواردی که باعث سانسور شدن این فیلم و پخش نشدنش بود و گفته بود. یکیش که حالا حجاب بود، خب یکیش خیلی جالب بود، نوشته بود که حمایت کرده از سلطنت. یعنی شاه رو مثلا کوبیده بود اتفاقا. همون دیگه، مثلا همین که شاه رو یک اه، پست خوبی بهش داده و یک بالاخره ارزشی بهش داده تو فیلم، ولی در صورتی که اصلا توی این فیلم بیشتر نقد کرده. بیشتر نقد کرده بابا اصلا شاه و کوبیده بود سلطنت طرفو دیگه طلبی رو، اصلا. ولی ارشاد اصلا همین رو نفهمیده بوده. یعنی تو نامه که رسما نوشته همین رو نفهمیده بوده و میگه تو اومدی از سلطنت طلبی حمایت کردی. نه به دیگه، قول وقتی دوستان طرف تاغوت. پادشاه موقع جنگ. آه. وقتی که طرف جنگ فکر اینه که با زن آسیابان چیکار کنه یا با دخترش چیکار کنه، این دیگه قطعا نظر حمایت از سلطنت نیست. بابا کشور و خودت همه داریم به فنا میریم، زن و دختر آسیابان رو چیکار داری آخه؟ هم همین دیگه بابا. اصلا میگم یه به نظرم یه تیکه های از واقعیت هم، حالا چون یه کوچولو، حالا نه خیلی زیاده خب، ولی مثلا مطالعه کمی داشتم اون زمان، اینجوری بوده که مثلا دیگه آحاد جامعه نسبت به مثلا این موبدا دیدگاه بدی داشتن دیگه، ام. آدمای قابل اعتمادی نبودن. حتی تو خود فیلم هم میگه دیگه زن سوزن تسلیمی. خب ام. و اینا رو ما کامل داخل فیلم میبینیم. یعنی درسته که این حرف تو مثلا میخواد بگه هر کسی میتونه تاریخ رو یه جوری روایت بکنه، آره. ولی یه تیکه هایی از چیزی هم که سرش توافق هستش هم داخل فیلم آورده، مثل دیدگاهی که نسبت به مردم دارن، حالا رعیت میگه اینجا، یا دقیقا. اینکه آره این دیدگاه رو خیلی به زیبا قولی اومده خود. اشاره کرده. آره آره دیگه، این که مثلا سیستم داره به چی فکر میکنه در صورتی که مردم اینجا مثلا از فقر مثلا در عذابن. خب دقیقا اینا رو دقیقا. که برداشته آورده، یه تکه های از واقعیت هم به نظرم داخلش چسبونده و این جذابش میگه. واقعا میگم کار باحالی بوده. یعنی مثلا من دیدم بعدش نگفتم آقا چرا این کارو دیدم، کار جالب و جدیدی بود واقعا. و این نکات مثبتش هم حالا بازیگرا اینا گفتیم، اینم واقعتش گفتنش خالی از لطف نیستش، اینم خیلی نکته مثبتی بود که داخل فیلم بود. که یه میگم چیزی زمان که و بود مکان، به خاطر همین یه تکه ای از زمان و مکان هم دیگه بالاخره داخلش بودیم مثلا، داخلش بوده، که از یه پارامترهای فیلم. جمله معروفی که هست، حالا در باب پیام کلی فیلم یه جمله معروفی هست میگه تاریخ و برنده ها نوشتن. حتما شنیدی به عنوان کسی که تاریخ خونده. در مورد ام. جنگ جهانی دوم میگن خب برنده ها شوروی و
به قولی آمریکا و انگلیس بودن و تاریخ رو برنده ها نوشتن که میگن برفرض هیتلر فلان کارو کرده، مثلا کارگر به طور کلی. بله. اینجا هم این جمله تاریخ رو برنده ها نوشتن و یه جورایی میاد بیضایی باش بازی میکنه که خب این چقدر درسته چقدر درست، یه جورایی میاد این رو هم نقد میکنه و به یه نوعی که خودش دوست داره میاد روایت رو ارائه میده. گفتم این جمله رو بگم، حالا شاید با این فیلم یه مقدار آره خانشی بگو. داشته باشه. آره قطعا دار. حالا این گفتی، حالا خیلی ربطی هم به بحثمون نداره. یکی از فیلم هایی که به نظر من اه، این چیزی که تو گفتی تاریخ رو برنده ها می نویسن سعی کرد برعکسش کنه که بقیه بچه ها هم دیده بشه از طرف کسی که شکست خورده، فیلم جاجمنت اد نورنبرگ بود. اون قدیمی هشو نه، این نورنبرگ جدیده که نیدم، اونجا سه یه فیلم، ساعته. آره یه فیلم آره. دادگاهی قوی که اونجا فقط قرار نیست آدولف هیتلر کوبیده بشه. اه. در اونجا یک سری چیزهای دیگه در مورد چرچیل گفته میشه، یک سری چیزهای در مورد اه. مردم آلمان گفته میشه که آقا چرا به این پذیرش رسیدن که به حزب نازی مثلا و هیتلر اعتماد کنن و به اینا رأی بدن. این واقعا جز اون فیلم بود که همیشه در ذهن من خواهد ماند. اه. جز فیلم بود که مثلا در مورد جنگ جهانی فلان اینا اصلا یه طرفه به قاضی نرفته بود، سعی حالا کرده این بود از دو گفتی وجهه. سوق مردم آلمان به هیتلر، آره منم الان یه سریال یادم از، سریال بابیلون برلین، یه سریال آلمانی بود، سال 2019 هم انتشار پیدا کرد، 4 فصل هم اومد تا همین 2023 فکر کنم اومد. من 3 فصلش رو دیده بودم. بعد این سریال دقیقا خب زمان تاریخیش موقع جمهوری وایمار فکر میکنم اصطلاحا بهش میگفتم، قبل از آره هیتلر. آره قبل از چیز هیتلر، آره قبل از آره هیتلر، دقیقا قبل بعد از از اینکه جنگ جهانی اول. دقیقا بعد جنگ جهانی اول. و اینطوری که میاد، حالا فیلم داستان ها سریال داستاناش زیاد، خیلی هم سریال پرزرق و برق و پرخرجیه، ولی داستانش اینه که میاد جوانهای اون موقع رو نشون میده، میاد میگه که خب اون موقع چقدر اصلا این نازی ها اعتبار پیدا کرده بودن، یعنی اصلا اونطوری نبوده یک گروهی، یک فرقه، حالا هر چیزی با دید منفی یا وایب منفی باشن، چقدر اعتبار پیدا آره کردن، نه چقدر از حرف جوونا درسته. میرفتن توی گروه های نازی ها عضو میشدن، محفل میگرفتن، نشست های مختلف شرکت میکردن و پس طبیعی بوده که آروم آروم اومده جاشو سفت کرده به قولی توی آلمان. درست. آره. حالا چیزایی که حالا در مورد خود فیلممون و نمایشنامه اینا بود، من فکر کنم همشو گفتم دیگه، چیزی به ذهنم نمیرسه. حالا تو هم اگه چیز خاصی به ذهن منم میرسه آره بگو، الان چون حتما من در موردش صحبت مواردم کنیم. اینجا نوشته بود، من بعد ما سرم پایینه چون این خب یه کاغذ اینجا نوشتم اینا رو، برای همین سرم پایینه بعد ما خب نگاه میکنم. نه اوکی، آره راحت باش. اسطوره اینا رو گفتم دیگه، بحث پست مدرنش رو کردیم. اه، بحث آره دیگه، یه چیزی هم که هست، تو هم بحث ادامه هم بحث قبلیه، مرز بین تاریخ و افسانه رو یه جورایی به هم میزنه دیگه، توی جای دیگه نمیفهمی این تاریخ، این افسانه، این داستان کدومه. و خب اینم دوباره ادامه همون بحث نوع روایت فیلمه. بخش بله. نقش زن و نقش سوسن تسلیمی هم که گفتیم، لحن فیلم هم گفتیم، تدوین و اینا رو که حرفش زدیم دیگه، صحبتی نمیمونه. حالا من این سوالی دارم، فیلمی اثری چیزی هست که مثل نمایشنامه مرگ یزگرد باشه، مثل فیلمش باشه و تو رو به این اه، مثل این به تو حس بده، یعنی مثلا نمایشنامه مرگ یزگرد یه حسی به تو داده، یک فیلمی که مشابه همین به تو همین حس رو بده. والا چون این تنها و اولین فیلمی بود که علی من دیدم، نمیتونم الان چیزی بگم. ام. تو موارد مشابهش من تا حالا تو باز گفتی یه فیلم از سال 2003 من دیدم، گفتی که نیکول کیدمن هم فکر کنم گفتی توش بازی میکنه. من بیشتر چون من ندیدم منظورم واقعیت. مفهومش این که تاریخ رو میاد اه، به قولی واکاوی میکنه، به قولی میاد با تاریخ بازی میکنه، با افسانه و واقعیت بازی میکنه، بیشتر منظورم اینه. کتابی یا فیلمی هم یاد نه هست
سوالا، یعنی که لزوما نیازی نیست یادت باشه، خب آره. این اگه یادت آه. هست. چون حالا چون این فکر میکنم کلا فیلم های تاریخی طوری که دیدم انگار میخواستن یک واقعه رو مثلا تبدیلش دقیقا کنن به فیلم. من دقیقا میخوام خب یعنی همینو اینجوری بگم. نبوده که مثلا که خیلی مثلا تو این فاز باشن که خب این اسطوره است نمیدونم حالا هست نیست هست نیست یا بخوان یه اسطوره رو بزنن. مثلا حالا دقیقا فیلم های بحث مثلا همینه. تاریخی طوری که داخل ذهنمه اکثرشون همینجوری بودن که گفتم خیلی تو دقیقا اون بحث فازا همینه. نبودن. برای همینم میخواستم اینو بگم، به این برسیم که چقدر جایگاه این فیلم و این نمایشنامه بزرگه توی حالا ایران و حتی میتونم بگم مم. جهان، که یک هنرمند اومده تاریخ کشور خودش رو، مرز واقعیت تاریخی و افسانش رو عوض کرده. یعنی با این مرز بازی کرده، مم. اه، که حالا توی ایران یک سری منتقدا بهش میگن شاهنامه سینما ایران. حالا چرا شاهنامه؟ یعنی شاهنامه دقیقا همین بوده. یک سری چیزها واقعیت بوده، اومده با افسانه هایی که مردم میگفتن، یعنی نقلی که مردم از اون افسانه ها میکردن، اومده یک بالاخره کتابی در آورده فردوسی. و این اثر هم معروف شده به شاهنامه سینما ایران به خاطر نوع روایت و به خاطر مفهومی که گفته. و دقیقا منم هیچ روایت، هیچ اثری یادم نمیاد که بخواد اینجوری با تاریخ بازی کنه. مثلا هر چقدر الان فکر میکنم رو یادم نمیاد بخواد اینجوری با تاریخ بازی کنه و همچین اثر درجه یکی بخواد ارائه بده به مخاطبش. درست حرف درست منم هیچی به آره. ذهنم نمیرسه. آره. خیلی هم عالی، خیلی هم خیلی عالی. خب آره اگه چیزی نمونده که حالا ضبط و قطع کنیم. آره ممنون از تو، مرسی مرسی که آره بودی. آره قربونت بشم فدای تو بشم علی جون. حالا انشالله در ارتباط هستیم. خب برای جلسه بعدی حالا صحبت میکنیم که در مورد چی صحبت کنیم آره اینا. آره. یه حالا کوچولو هم به فعلا تدوینش و اینجور چیزا هم ببینیم، فکر میکنیم. دقیقا آره ببینیم تو جلسه بعدی چی میشه. آره فعلا من دیگه تا خدمت جلسه دیگه کنم. بعدی خدا فعلا. نگهدار. آره منم خدا نگهدار.